یه روز که داشتم با ماشین میرفتم پشت نویسانی نوشته بود حتی نونوا هم جوش شیرین داشت. بیچاره فرهاد همون موقع که خسرو قول شیرین رو به فرهاد داده بود گفت برو کوهو بکن، بعد بد قولی کرد. میدونی چه مشکلاتی پیش اومد؟ همین قول دادن. مشکل اصلی ما همین قول دادن است که تأثیر بدی میذاره رو فرزندانمون. وقتی که شما قولی میدید و بهش عمل نمیکنی 4 تا اتفاق ممکنه پیش بیاد. 1. اعتماد به نفسشون رو از دست بدن. 2. عزت نفسشون، فکر کنن چیز دیگه ای برای اونها با ارزشه، شما ول کردید بچه رو و رفتید چسبید به چیز دیگه ای. 3. مسئولیت پذیریشون کم میشه، کمتر بها میدن به اون چیزی که باید انجام بدن، به اون کاری که باید انجام بدن. مسئولیت پذیریشون کم میشه. دروغ میگن، خیلی راحت بهتون دروغ میگن. اینا آب خوردن. ما میگن کی یاد گرفتی؟ میگن از بابام. از کی یاد گرفتی؟ میگن مامانم. چرا؟ چون شما قولی که دادی عمل نکردی. بچه هم میگه من از خودت یاد گرفتم، این کارایی بود که تو کردی. معذرت خواهی کنید اگه نتونستی به قولی که دادی عمل کنی. خیلی صاف و پوسکنده میری میگی عزیزم ببخشید که من نتونستم، یا هر شخص دیگه ای داداش ببخشید من نتونستم. فکر نکنی کار دیگه ای واسم مهمتر بود. نه، نتونستم اون کار انجام بدم. یه کاری نکنید که هم اعتماد به نفسشون از دست بدن، هم عزت نفسشون. چون از اون طرف مسئولیت پذیریشون کمتر میشه. راحت هم به شما دروغ میگن. از هر دستی بدی از همون دست میگیری. این یه مسئله بسیار مهمیه که تو کتاب جدیدم بهش پرداختم. نصف اون قولی که دادید انجام بدید. مثلا به فرزندتون گفتید قرار بریم سینما، برید و بگید نگاه کن چقدر ترافیکه، ما نمیتونیم، ببخشید که نمیتونم ببرمت سینما، میبینی جاده چقدر ترافیکه، برمیگردیم یه روز دیگه میریم. پس حواستون باشه این سری که اگه خواستید قولی بدید حواستون به پیامداش باشه. موفق باشی.